سلام دوستان، وقتتون بخیر. امروز جمعه 15 مارس 2024 و میخوام تعدادی از تریدایی که جناب دکتر اناری برامون ارسال کردن رو با هم دیگه بررسی بکنیم. خب ملاحظه می‌فرمایید که در ابتدای سشن نیویورک و روی مشتقات فیوچر نزدک، فیوچر داو جونز و فیوچر اس&پی ترید گرفتن و در چارت‌های ماکرو سمت چپ تصویر ملاحظه می‌فرمایید که در چارت ماکرو ساعتی و در سشن گلوبکس قیمت زیر کلوز روز قبل در اکثر نمادها باز شده و در سشن‌های آسیایی در همین منطقه در نوسان بوده و در سشن لندن موج صعودی از قیمت را داشتیم که این رو ملاحظه می‌فرمایید و در ادامه قیمت نتونسته این منطقه را نگه داره و موج نزولی از قیمت را داشتیم که این رو ملاحظه می‌فرمایید. در ادامه در تایم 10 دقیقه‌ای که اینجا داریم و ابتدای سشن نیویورک رو نشون میده، می‌بینیم بعد از اوپنینگ مارکت نیویورک موج نزولی که داشتیم ادامه داشته و این منطقه پوینت آف کنترل و ساپورتی که در اینجا قرار داشته را تست کرده و مجددا این برگشت قیمت را داشتیم و در موج بعدی که در اینجا داشتیم این منطقه از چارت را که پولبک ریزی در اینجا وجود داشته رو در چارت کوچیک‌ترشون بعد از ساعت 11 به وقت نیویورک تریدش کردن در جهت لانگ واسطه‌های بی و سی که نقاط ورود و خروجشون را در این چارت ها ملاحظه می‌فرمایید و در ادامه کارنامه و نتایج تریدهای امروزشون را داریم که ملاحظه می‌فرمایید نتایجشون برای امروز مثبته و در ادامه کارنامه‌ای که از این حساب‌ها را در اینجا نشون میدن که پروفیت فاکتوری که داریم 3.96 را نشون میده، درصد برنده‌ای که داریم 68% و تمام تریدها در جهت لانگ گرفته شده. ریسک به ریوارد ریشیو 1.85 را نشون میده. بزرگترین ترید سوده‌ای که داشتیم $310 بوده و بزرگترین ترید ضررده $274. با تشکر از جناب دکتر اناری عزیز و امیدوارم این توضیحات و تریدایی که بر اساس سیستم الگوریتمی آکادمی تری مارکتز گرفته شده براتون مفید باشه. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.